امریکا تمام کمک‌های مالی به طالبان را متوقف کرده است. دونالد ترامپ گفت کمک به دشمنان متوقف می‌شود. امرالله صالح از این تصمیم استقبال کرده است. اعلام کرده است که کشورش دیگر به دشمنان امریکا از جمله افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک نخواهد کرد. ترامپ تأکید کرده است که ایالات متحده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را متوقف می‌کند و ادامه این کمک‌ها را غیر قابل باور دانسته است. دونالد ترامپ تأکید کرده است که دیگر به طالبان هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. ما هر سال میلیاردها دلار به اسرائیل میدهیم. میلیاردها دلار. این یکی از بالاترین کمک هاست. ما به کشورهای زیاد پول میدهیم. اگر بگویم به افغانستان هم پول زیادی میدهیم. باور نمیکنید. چون یک معامله دیگری بایدن بود. باز هم یک معامله بایدنی. نه تنها ما را با آن معامله شرمنده کرد، بلکه میلیاردها دلار به افغانستان دادند. اما ما از دوستانمان به خوبی مراقبت میکنیم و از دشمنانمان نه. ما دیگر از دشمنانمان مراقبت نمیکنیم و پول نمیدهیم. ما از دوستانمان مراقبت میکنیم.